نه راه به نه ماشین به یگان مشکلی نشد. نسیم برهانوف در ردیف 40 راننده دیگر شام دیروز با این اتوبوس مسافرکشانی از ترکیه وارد دوشنبه گردید. او بیشتر از 12 روز حدود 5000 کیلومتر را طی کرده توسط ایران به تاجیکستان آمد. مقامات شهرداری دوشنبه گفتند این اتوبوس‌های تمغه ایسوزو را با خرج 3.4 میلیون یورو از ترکیه وارد کردند. نسیم دوام چند روزی سفر قابل اطمینان بودن این اتوبوس‌ها را سنجیده است. صفتش به درجه عالی پیشتر اتوبوس این فرقیتی کلان دارد. من کاندیشنر راشای например من شما بگم کاندیشنر کامی راشای کامپیوتر راشای همش این وسایل پیشتر نظر به این ماشینا به صفت. این اتوبوس‌ها به فرق از اتوبوس‌های قبلی و ترولبوس‌ها برای معیوبان و مسافران امکاناتشان محدود نشستگاه مخصوص دارند. به غیر از 24 جای نشست برای مسافران به حیوانات خانگی نیز قرارگاه معین شده است و دوستداران حیوانات خانگی نیز می توانند آنها را همراه بگیرند. برای سگای خانگی برای همین آوردن و اینجا برای بستنش خودی پاساژیر اینجا میشه سگش من اینجا میستم اینجا بسته میموند. من این کینوفکه دار میپرم گفتم کینوفکه زیر میکنه اینجا در وای مام بیرویم اصلا کوه. کی برای فرامدنش سراسمه نشده میپرم. این اتوبوس‌ها به گفته مقامات شهر دوشنبه 15 اپریل امسال در روز پایتخت چون نقلیات جمعیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. قربان سیدزاده معاون شهردار دوشنبه در یک نشست خبری گفت که این اتوبوس‌ها در روز اولی کارشان به مردم به پول خدمت می‌کنند. باقی دوم مرحله تا 10 ایول که فشارنامه پیش بینی شده است در دو دوره آنها وارد تاجیکستان می‌گردند قلمرو جمهوری تاجیکستان. مرحله یکم 10 عدد، مرحله دوم 14 عدد. خب مشتریان میتوانند با کارت الکترونی با این تجهیزات پرداختی حق راهگیرا رو پرداخت نمایند. کارت در هر یک ایستگاه ترمینال های پرداخت کننده و مثل که شما با تلفن خود پرداخت می‌گذرانید همون نصب می‌گردد. در آن طریق اتوماتیک با کارت شما پول می‌گذرد و کارت رو نیم بعد برای پرداخت راهگیرا شما استفاده میکنید. نقلیات شهری در دوشنبه از موضوع داغ است. ساکنان دائم از صفت خدمت رسانی آن اظهار نارضایتی میکنند. نقلیاتی که غیر رسمی فعالیت میکنند یگان کس کفیل شده نمیتونند از جمله مقامات شهرداری چون که با طلباتی بازار جوابگو نیست با طلباتی بی خطری جوابگو نیست. در این نقلیات نه تنها شهروندان ما بلکه در برابر آنها مهمانان نیز سوار میشوند و استفاده میکنند از خدمت رسانی. برای این ما در شهر که مسئول هستیم ما کفیل همه شهروندان و مهمانان باید باشیم. ما راه اندازی کردیم دیگر چهاربینی ها رو از قبیل وسایل نقلیاتی خرد غنجایش و میانه غنجایش رو طریق رجای اکسپرسی به راه مانده ما طریق آزمایشی 10 عدد رو در کوچه مرکزی پیشنهاد خلق کردگی مردم کردگی. پول اتوبوس‌ها از بودجه شهرداری پرداخت شده. مسئولین شهر دوشنبه می‌خواهند با افزودن مسافربرهای نو به بندوباری را در نظام نقلیاتی پایتخت از بین ببرند.